مراجعت نمی‌کنند و اکثر وقت با خود طبابت‌کنی مشغول می‌شوند. والدین را ضرور است تا توجه بیشتر به کودکان از جمله کودکانی که زبان گویا ندارند بکنند، زیرا آنها شکایت نمی‌کنند و در صورت بیمار شدنشان بیشتر اذیت می‌کشند. در جمهوری ما بیشتر وقت در گرده کودکان در پیشابدان سنگ پیدا شدنش ممکن است. اساس این در غذایی که ما قبول میکنیم در همون بودنش ممکن و سبب اساسی اون باز از آبی که ما استعمال میکنیم از همون هم پیدا شدنش ممکن است. در ارگانیسم ویرانشوی مبادله ماده ها و پیدا شدن سنگ در گرده ها سبب شده میتواند. برای همین هم با غذایی که کودک استعمال میکند و غذایی که برای کودک پدر و مادر تیار میکنند باید که همه طرفه نمک کمتر استفاده بکنند. شیری، تیزی و آن غذاهایی که سبب پیدا شدن الرژی میباشد آن را هم کمتر استعمال کردنشان لازم میباشد. در حالت دچار شدن به این حالت البته به متخصصین ساحه مراجعت نماید. سلامتی جگربندان خود را از هر چیز دیگر بالا گذارد، زیرا آنها دولتی که با پول و مال آنها را خریداری کردن نشاید. آخر جمعیت سالم را نسل سالم میباید.